همراهان گرامی سلام. توی این دوره آموزشی ما اومدیم و اکسل رو از قدم صفر شروع کردیم به بررسی و آشنایی با اون و کاربردهای بخش‌های مختلف رو یک به یک بررسی کردیم و با اونها آشنا شدیم و بعد اومدیم اون توابع و فرمول‌های اکسل و تمامی مواردی رو که یه شخص نیاز داره یاد بگیره رو توی اکسل آموزش دادیم و بعد از اینکه اومدیم به صورت کامل و حرفه‌ای اکسل رو یاد گرفتیم، اومدیم با هم بررسی کردیم و یاد گرفتیم که این اکسل چه کاربردهایی میتونه توی حسابداری داشته باشه و اونها رو جلسه به جلسه بررسی کردیم و باهاشون آشنا شدیم و اون مواردی که نیاز بوده رو یاد گرفتیم که به چه صورت میتونیم بیایم و توی اکسل انجام بدیم. توی این دوره آموزشی تمامی توابع مالی و حسابداری اکسل رو به صورت کامل بررسی کردیم و آموزش دادیم. بعد از اون اومدیم اون فایل ها و مواردی و آموزش هایی که حسابداران، حسابرسان، مدیران یک شرکت یا مدیران مالی در طی سالهای مالی به اونها نیاز دارن رو یک به یک بررسی کردیم و آموزش دادیم. و دوستان من، اگر موردی بود که حالا توی این دوره تا الان وجود نداشته و آموزش داده نشده، میتونید از طریق بخش کامنت ها درخواست بدید تا آموزش های جدیدی رو به عنوان به‌روزرسانی به این دوره اضافه کنید. و این رو بگم که تمامی این به‌روزرسانی ها برای اشخاصی که این دوره رو تهیه میکنن به صورت کاملا رایگان میاد و قرار میگیره که میتونن از طریق پنل کاربریشون بیان و دانلود کنن. دوستان من، اگر میخواین بیان و اکسل رو به صورت پیشرفته و کاربردهای اکسل در حسابداری رو به صورت حرفه‌ای یاد بگیرید، این دوره همون چیزی هستش که شما نیاز دارید و این تضمین رو به شما میدیم که در پایان این دوره به بهترین شکل ممکن کاربرد حسابداری توی اکسل رو یاد میگیرید.